سلام، من پریسا هستم، روانشناس و روان درمانگر. امروز میخوام در مورد روابط امن و ناامن باهاتون صحبت کنم. قبل از اینکه موضوع رو شروع کنیم اینو بهتون بگم که لطفاً ما رو تو اینستاگرام روان پارسایی و کانال یوتیوب روان پارسایی دنبال کنید. ممنون میشم. خب شروع کنیم به پاسخ به این سوال که از من پرسیده شده که این آدمای امن و ناامن که میگی کیا هستن؟ خب من اولا این رو بگم قبل از شروع ماجرا که ما آدم مطلقاً امن یا مطلقاً ناامن نداریم. ممکنه واقعا مطلقاً ناامن هم پیدا بشه، ولی خب دیگه جزء جنایتکارا و آدم‌هایی هستن که ما در موردشون در مورد روابط عادی دور و برمون صحبت نمی‌کنیم. پس این نکته خیلی مهمی که الان گفتم. و اینکه نکته دوم بعدی، ما خودمون وقتی آدم امنی نباشیم اصلا نمیتونیم وارد روابط امن بشیم. یعنی این برای ما یه چالش میشه. پس ما شروع کنیم خودمون هم آدم امنی بشیم. من اینجا چند تا ویژگی رو یادداشت کردم که با شما به اشتراک بذارم. هم سعی میکنم که از این منظر صحبت کنم که خودتون رو جای اون آدم امن بذارین و هم در عین حال یک آدم امن رو هم تصور کنیم. ویژگی اول، ما در کنار آدم‌های امن خیلی خود واقعیمون هستیم. نمی‌ترسیم از اینکه یک احساساتی از ما در واقع اینها ببینن. همونطور که اگه خودمون آدم امنی باشیم اینجوریه که آدم‌ها نمی‌ترسن پیش ما هر حرفی رو بزنن. از اینکه از ترساش بگه، از اینکه یه وقتایی ناراحت، ناامیده، از اینا دیگه هیچ ترسی نداره. پس ما احتمال اینکه با آدم‌های امن خود واقعیمون باشیم خیلی زیاده. در این حال آدم‌های ناامن آدم‌هایی هستن که دنبال اینن که آدم‌ها پشت ماسک باشن، چون این رو میخوان، چون تو دنیای تخیلیشون یک آدم‌هایی رو تصور کردن که فکر میکنن برن اونا رو پیدا کنن خیلی بهتره. پس پیش آدم‌های ناامن ما نمیتونیم خود واقعیمون باشیم، چون اصلا اینم نمیخوان، ولی تو ناهوشیارشون میدونن که آدم‌ها خود واقعی هم دارن. همونطور که اگه خودمون آدم ناامنی باشیم یعنی چی؟ یعنی اینکه ما دنبال یه آدم پرفکت بدون نقص هستیم. اینجاست که ما میشیم یه آدم ناامن. ویژگی دوم این هستش که آدمای امن هم احساس خودشون رو میبینن، هم احساسات دیگران رو در نظر میگیرن. مثلا وقتی من شروع میکنم نقد در واقع یک رفتاری رو از پارتنرم، هم سعی میکنم ناراحتی خودم رو بگم. مثلا بگم که من در مورد این کاری که شما کردین خیلی احساس ناراحتی کردم، همین که احساس اون رو هم در نظر بگیرم، یعنی احساس شرم و حقارت بهش ندم. در مقابل آدم‌های ناامن چجورین؟ فقط به احساس خودشون توجه میکنن. مثلا میخواد نقد بکنه، اینجوری نقد میکنه که من ازت ناامیدم، دیگه دوست ندارم با تو رابطه باشم، من کلا میدونم تو اصلا آدم امن من نبودی. در حالی که خب ما باید تو هر رفتاری که با هم کنار هم داریم احساسات هم خودمون رو در نظر بگیریم، هم دیگران رو در نظر بگیریم. یه ویژگی خیلی مهمی که آدم‌های امن دارن این هستش که خوب بلدن معذرت خواهی کنن. آدم ناامن اینجوریه که وقتی یه کار اشتباهی کرده خیلی طلبکارانه به قضیه نگاه میکنه که یه گل خریدم، یه کادو برات خریدم، آشتی کن دیگه، یه بحثی بود. در حالی که آدم امن اینجوری نگاه میکنه که من خیلی ناراحتم که ناراحتت کردم، چی کار کنم از دلت در بیارم، خیلی غمگینم که اون یه بخشی از اعتمادت رو نسبت به من از دست دادی، چی کار کنم که جبران کنم. هم شرم تو خودش احساس میکنه، هم ناراحتی رو در طرف مقابلش. آدمای امن شخصیت مستقلی دارن. اینا نمیترسن اگر یک برهه‌ای رو به تنهایی بگذرونن، تو تنهاییشون موفقیت‌های کسب بکنن. در حالی که آدمای ناامن در هر لول و لایه‌هایی از زندگی خودشون دنبال این هستن که یک کسی رو کنار خودشون داشته باشن. به غلط فکر میکنن اگه تو رابطه باشن یا آدم‌های ساپورتیوی کنارشون باشن اینها میتونن خیلی قرص و محکم زندگی رو ببرن جلو. در حالی که از این خبرا نیست. بارها آدم‌هایی رو دیدیم که به تنهایی مسیر زندگی رو جلو میبرن و خیلی هم موفق هستن. پس آدم ناامن آدمیه که خودش رو در واقع اون قوی بودن خودش رو وابسته به دیگری میدونه. آدم امن اینجوری نگاه نمیکنه. یه ویژگی مهمی دیگه در مورد آدم‌های امن همه چیز رو تو یک طیف
0 تا 100 میبینن، یعنی یه دید خاکستری دارن، در حالی که آدم‌های ناامن دید 0 و 100 دارن. مثلا آدم ناامن وقتی ببینه که پارتنرش یه روز بهش پیام نداده، اینجوریه که حتما اتفاقاتی افتاده، شاید سرش شلوغ بوده، یعنی یه دید خاکستری داره. یا اینجوری نگاه میکنه که ازش دلخورم، حتی این نقدم میکنه، مثلا میگه که من از شما دلخورم، امروز کلا به من پیام ندادی. اینجوری نگاه نمیکنه که بگه من دیگه با تو صحبت نمیکنم چون بدترین آدم کره زمین هستی، من اصلا نمیتونم دیگه با تو رابطه برم چون یه روز به من پیام ندادی. آدم امن میبینه که پشت این نبودنه، در دسترس نبودنه، همون آدمی که همیشه تو دسترس بوده. حتی مشکلات شخصیتی آدم‌های ناامن روی حافظه بلند مدتشون اثر میذاره، یعنی اینها خاطرات خوب و مورد اعتمادی که با اطرافیانشون دارن و از دست میدن تو ذهنشون. حالا همین رو در مورد خودمون در نظر بگیریم. ما هر چقدر با خودمون 0 و 100 باشیم، با دیگران هم 0 و 100 هستیم. یعنی من اگه نتونم یه سری ویژگی‌های بد پریسا رو قبول کنم، باعث میشه که یه سری ویژگی‌های بد دیگرانم قبول نکنم. من باید بدونم که در این حال که یه جایی خیلی مستقلم، خیلی خوب حرف میزنم، خیلی قوی دیده میشم، واقعا یه جاهایی هم ممکنه که زود رنج باشم، یه سری ضعفایی داشته باشم. پس من اگه خودم رو تو یک طیف ببینم، نه دو سر طیف، باعث میشه که کم کم دیگران رو هم تو داخل طیف ببینم. ویژگی پنجم آدم‌های امن این هستش که اونها فرضیه‌های مختلفی برای مسائل مختلف در نظر میگیرن. شما تصور کن یک پسری به یه دختری میگه که من الان شرط ازدواج ندارم و نمیخوام باهات ازدواج کنم. این به این معنی نیست که من تو رو دوست ندارم، به این معنیه که من الان شرایطشو ندارم و دارم میسنجم بهترین شرایط رو ایجاد کنم. آدم ناامن اولین جمله‌ای که به ذهنش میرسه و دیگه تمام میشه این هستش که من دوست ندارم و میذارمت کنار. آدم امن اینجوری هستش که باشه، باهات صحبت میکنم ببینم که چه مسیری رو میتونیم کنار هم بسازیم. یا یک دختری که مدام در مورد ازدواج صحبت میکنه، اگه اون یه پسر ناامنی باشه، اولین چیزی که فکر میکنه این هستش که این دختر فقط دنبال اینه که با من ازدواج کنه و هیچ دید دیگه ای نداره. ولی یه پسر امن این شکلی نگاه میکنه که این دختر شاید یک اطمینان خاطر از من میخواد، شاید هم به غلط این رو میخواد، باش صحبت کنم، ما باید یه مدتی با هم دیگه آشنا بشیم. این اجازه رو میده که پارتنرش هم خطا بکنه، همین که کنارش باشه که این خطا رو کنار هم جبران بکنن. ویژگی آخر این هستش که آدمای امن رد فلگ های رابطه رو خوب میشناسن، خودشونو گول نمیزنن. میره تو رابطه میبینه که طرف مقابلش اصلا به هیچ صراطی مستقیم نیست، مرزها رو میشکنه، نمیشه باش صحبت کرد، نمیاد تراپی، ما چند بار تلاش میکنیم فایده ای نداره، خودشو از اون رابطه میکشه بیرون. آدمای ناامن اینجوری نگاه میکنن که نه، من تا بی نهایت باید تلاش بکنم، بالاخره یه روز میتونم به این مسئله فائق بیام. نمیتونیم. ما در مقابل آدم‌های ناامن تو رابطه نمیتونیم واقعا اونجوری که دلمون میخواد بریم جلو و تمام سعیمون و انرژیمون رو بذاریم که اون رو اصلاح کنیم. این کار روان درمانگره که تازه اگه اون آدم‌ها مراجعه کنن به جلسات روان درمانی. نکته آخر که این ویژگی هایی که به شما گفتم 6 تا ویژگی بود، تمام شد. نکته آخر این هستش که هیچ وقت اول رابطه، حتی اگه 2 نفر آدم امنی باشن، امن برای هم نیستن. چرا؟ چون اول رابطه است، ماهای اول رابطه ما میخوایم که خوب دیده بشیم، قشنگ جلوه کنیم، پس معلومه ما میترسیم همچنان اون وجه‌های وجودی خودمون رو نشون بدیم. اینا به این معنی نیست ما آدم ناامنی هستیم، به این معنیه که اول رابطه است. پس بنابراین اول رابطه دنبال آدم امن نباشین، اول رابطه سعی کنین آدم امنی باشین. به مرور زمان این رابطه بهتر میشه، چون یک سری لایه‌هایی میره کنار، ما میفهمیم که اون بعد وجودی ما، اون در واقع عمق وجودی ما چه چیزهایی نشسته و چه چیزهایی داریم برای رو کردن. خیلی خوب، این هم موضوعی بود که من دوست داشتم توی این آموزش به شما بگم. خیلی ممنون میشم که نظرتون رو همین الان هم کامنت کنین، به من این فیدبک رو بدین و من ببینم که آیا این مطلب برای شما مفید بوده یا نه و چه تجربیاتی داشتین و اینکه چقدر این آموزش ها میتونه به ما کمک کنه که یک سری روابط خیلی خوب رو رقم بزنیم. ممنونم که همراه هم بودین. خدا نگهدار.